داریم از قطر میریم مانیل و از مانیل سیدنی. من چون فقط یه ساندویچ تورایی برای خودم آورده بودم و تو قطرم همه چی گرون بود نمیخواستم بخرم، یه ذره سردرد گرفته بودم، تو هواپیما مجبور شدم قرص سردرد بگیرم. شام سالاد ماکارونی و نون و نوشابه و نمیدونم کره و اینا کنارش داشت و غذای اصلیش هم این بود که چون من گفته بودم ماهی میخوام، شنیسل ماهی بود و برنج سبزیدار و تکه‌های تخم مرغ توش و یه سوسی هم اونور که نفهمیدم سس چیه. من فقط ماهی و تخم مرغش رو تونستم بخورم چون بقیه‌اش خوب نبود. به کمک قرصی که گرفته بودم شب یه جوری بالاخره خوابیدم و صبحش خیلی سرحال بلند شدم. دیدم این صحنه‌ها اینجوری جلو چشمم. دیگه داشتیم از بالا اون کشورهای مختلف شرق آسیا رد می‌شدیم که همشون حالت جزیره‌ای دارن و یه ذره آب، یه ذره خشکی سبزه، یه ذره ابر. تصوری که از فیلیپین داشتم یه کشور بدبخت بیچاره در به داغون بود که اما وقتی بالاش رسیدم دیدم اصلا اینجوری نیست. صبحونه یه همچین چیزی بود، یه غذای آسیای شرقی که هیچیشو نمیشد فهمید چیه. تنها ایده‌ای که داشتم این بود که چون من گفته بودم بیف میخوام، پس اون سیاها که توی سس هستش گوشت گوساله است و اون زردن فکر کنم تخم مرغ بود که قالبی کرده بودن دیگه. بروکلی و برنج و اون انبه بسته‌بندی شده هم داشتیم. یه چیز خیلی بدمزه‌ای به عنوان ادویه استفاده کرده بودن که عکسشو میذارم، نفهمیدم شما بگید چیه. اینم قوطی انبه خوش شدهش. خب من برای اولین بار انبه خوش شده بسته‌بندی شده میدیدم و خب خیلی هم خوشمزه بود و خیلی دوست داشتم. دیگه بعد از صبحونه کم کم رسیده بودیم بالای فیلیپین و من میگم اصلا انتظار نداشتم که آبادی ببینم، ولی خب خیلی بهتر از اون چیزی بود که فکر می‌کردم. از نظر ساخت و ساز عمران کم از شمال اون که نداشت هیچی، شاید حتی مثل تهران بود. در مورد فرودگاهشون هم بخوام صحبت بکنم که جلوتر عکساشو می‌بینیم، اینه که خب شاید یه ذره باز بهتر از فرودگاه امام خمینی ما بود. اینترنت خوبی داشت هرچند که مدتش محدود بود. توی فیلیپین فکر کنم 1 ساعت بود یا 2 ساعت بود، آخرم نفهمیدیم، ولی میدونم تموم شد و چند سری اینترنت عوض کردیم. مثل فرودگاه قطر نبود که اتاق استراحت داشته باشه، رو همون صندلی‌های اونجا باید استراحت می‌کردی. خیلی کلا شلخته و در و داغون بود، اما در کل بازم فکر نمی‌کنم که خیلی در مقابل فرودگاه امام خمینی ما چیزی کم داشته باشه. در واقع اون فرودگاه قطره که خیلی خوبه، فکر همه چیو کردن. حتی فرودگاه استانبول 1 ساعت بیشتر اینترنت نمیده و خب این شاید بیشتر از 1 ساعت هم به ما داد اینترنتو. فرودگاه سنگاپور هستش که بهترین فرودگاه جهان من شنیدم، اونم قسمت نشد ببینیم، حالا تو سفرهای بعدی ایشالا. دیگه فرود اومدیم و هوا یکم شرجی شده بود، هرچند قطر هم شرجیه ولی خب نه به شرجی فیلیپین، و چون اونجا کولرها دائما روشنن اصلا احساس گرما نمی‌کنی، ولی اینجا کولر خاصی هم خیلی نداشت و یکم که تو فرودگاه میچرخیدی کم کم میفهمیدی که اون کاپشنی که از ایران آوردی دیگه اضافه است. و دیگه یکم تو فرودگاه چرخیدیم و استراحت کردیم و واقعیت اینجا هم من باز چیزی نخریدم از فروشگاهاش، ولی چند تا کافی میکس خوردیم، آب جوش داشت، آب سرد داشت. کافی میکسایی که از ایران آورده بودیم و خوردیم و بیسکویت و ساندویچ و غیره. و یه چرخی هم تو فروشگاهاش زدم که بیشتر صنایع دستی داشتن و غذاهای آماده و غذاهای شرقی. خب من تقریبا میشه گفت از هیچی خوشم نیومد. بعد چند ساعت اینترنت کردی، از اینترنتی که از مسئول اونجا گرفته بودیم به صورت نامحدود و پارتی بازی کرده بود برامون، گوشیامون رو شارژ کردیم و رفتیم سمت سفر بعدی، به سمت سیدنی که دیگه این سری واقعا با سفرهای قبلی فرق داشت. پرواز اول قرار بود نزدیک 10 ساعت بشه، اما چون تأخیر داشته آخر شب شده بود دیگه زده بود 7 ساعته میرسید و قرار بود انگار تخت گازشو بگیره. کلا پروازایی که تأخیر میخورن اون خلبان خیلی تندتر میره تا به موقع برسه مقصد. هواپیما ایرباس A350 که هواپیمای بزرگی بود تقریبا، و اینکه فرقش با 2 تا پرواز قبلی این بود که اینجا دیگه همه مسافرها کنار دستت انگلیسی صحبت کردن، بعضیا نصف نیمه، بعضیا خیلی روون. خیلی تیپا عوض شده بود دیگه، همه اروپایی شده بودن. یه استرسی میفته تو جونت که وای بالاخره بعد چند سال رسیدیم استرالیا، آیا اصلا من زبونم به اندازه کافی خوب هست. شام از بین گزینه‌ها پاستا با گوشت گوساله گرفتم و یه چیزایی توش داشت کنار این هویجا که من نفهمیدم چیه، هر چقدرم دقت کردم متوجه نشدم، ولی خیلی خوشمزه بود. اون تکه سفید رنگه تو شمال شرق تصویر رو دارم میگم که شکل کله کاهو بود ولی اصلا نفهمیدم چیه. کنارش این سالاد میگو رو هم داشتیم که اولش گفتم عمرن اگه بخورم میگوش خامه، ولی وقتی خوردم دیدم نه، یکی دیگه باشم میخورم و اصلا به نظرم نیومد که میگوی خام چیز بدی باشه. دیگه موقع خواب بود و نقشه هم نشون میداد که داریم نزدیک میشیم به استرالیا و دما هم منفی 47 درجه بود. حس عجیبی داره از اون بالا کشورهای آسیای شرقی رو میبینی چقدر جزایر کوچیک کوچیک که اصلا چرا اینا اینجوری زندگی میکنن، آیا زندگیشون سخته آسونه. همش به این تنوع فرهنگی و شرایط زندگی تو جهان فکر میکردم و اینکه خب فردا قراره برسیم سیدنی. شب تو هواپیما خوابیدم و صبح بلند شدم از پنجره، هم منظره ها رو نگاه کردیم و بعد نوبت صبحونه شد. کره، نون،
کلاشو که باز میکردی توش این شکلی بود، به همراه یه ساندویچ که توش کدو و مرغ و یه مقدار مواد شیرین داشت و از اون ورم آب پرتقال و غیره، و من کرارم لای نون مالیدم و خوردم دیگه. و از این بیسکویت‌های خوشمزه دیگه رسیده بودیم بالای خاک استرالیا و منظره ها خیلی جذاب شده بود، پر از ابر و احتمالاً بالای شاید بریزبین بودیم، نمیدونم. خیلی دوست داشتم بتونم خاک استرالیا رو ببینم، ولی خب ابرها اصلا اجازه نمیدادن تا نزدیکای سیدنی. دیگه کم کم موقع پخش پیام‌های دولت استرالیا شد، اینکه اگر بیماری دارید اعلام کنید، اگر مواد خاصی همراهتون دارید اعلام کنید. ورود خیلی چیزا به خاک استرالیا ممنوعه و ممکنه ویزاتون رو باطل کنه، از جمله خاک، از جمله چوب، از جمله تکه‌های حیوانات مثل چرم، حتی بذر، دانه میوه، گوشت خام و غیره. البته اگر همه رو اعلام بکنی که اینا همه خب بررسی میشه و اتفاقی نمیفته، نهایتش اینه که ازت میگیرن، ولی اگر اعلام نکنی و همراه خودت ببری و سگ‌ها تشخیصش بدن، دیگه ممکنه ویزاتو از دست بدی یا جریمه‌های خیلی سنگین داشته باشی. حتی شنیدم که کسی مونده ساندویچ توی هواپیما رو با خودش برده بوده و اعلام نکرده بوده و همین باعث شده که توی دادگاه $20,000 جریمه بشه و تا مرز کنسل شدن ویزا پیش. توی هواپیما یه فرم بهتون میدن که میگه این موارد رو همراه خودت داری یا نداری و ترجیحاً این که همه رو بزنی همراه هم دارم، حتی اگه شک داری، چون اگر شک داشته باشی و بگی دارم ازت میپرسن و بررسی میکنن، ولی اگه بعداً بفهمن که داشتی و نزدی اون وقت خیلی برات گرون تموم دیگه. داشتیم نزدیکای سیدنی میرسیدیم و من خیلی استرس داشتم که آیا همه چیزی که همراهم هست رو اظهار کردم. اونجور که گفتم هواپیما خیلی سریعتر از اون چیزی که قرار بود برسه رسید، ولی خب توی فرودگاه معطل شدیم تا باند خالی شه و بتونیم بریم قسمتی که بتونیم پیاده بشیم. البته قبل اینکه برسیم یه مقدار تونستم بالاخره خاک استرالیا رو ببینم. قبل از رسیدن به سیدنی که فقط زمین کشاورزی میشد دید، فقط و ابرا گهگاهی کنار میرفتن، زمینای کشاورزی زیرش دیده میشد و بعدش هم که دوباره ابر اومد و بعدم رسیدیم شهر و از لابلای ابرای کم تونستم شهر رو بگیرم. دیگه من کمتر حرف میزنم یه چند ثانیه‌ای و یکم رو دورتون مسیری که من دیدم رو شما هم ببینید و بعدش بریم دوباره تو فرودگاه و ادامه ویدیو رو با هم دیگه داشته باشیم. For an orderly manner of disembarkation, passenger detaining as soon as we receive clearance to do so. اینجا که دیگه با این وضوح میشد شهر دید یکم استرس غالب میشد. با دوستایی که تو قسمت قبلی گفته بودم تو فرودگاه قطر باشون آشنا شدم، رسیدیم فرودگاه و چمدون هممون هم چک کردن، گفتم باز کنید و تقریبا هرچی داشتیم و نصف نیمه ریختن بیرون. پرسید خوردنیا تو کدوم چمدونه و چمدون خوردنیا رو گشت، یه مقدار سوال پرسید چی همراهته چی همراه نیست و تونستیم اون قسمت رو بالاخره به خیر بگذرانیم و رد کنیم. و در نهایت دیگه رسیدیم اون ور، خیالم دیگه راحت شده بود که هرچی بازرسی بوده رد کردیم و دیگه باید زندگی تو استرالیا رو شروع کنیم و با دوستم رفتیم برای خرید سیم کارت.